از بسته‌بندی خارج کنین. دنباله بالش رو برش میدین، بعد خود بال. حالا مرغ برعکس میکنیم. این پوست اضافه رو میبینی، یه برش اینجا بده، یه برش همین کنارش. حالا پوست از روی گردنش رو بکش، کتفو بیار بالا. این زیر بغل مرغ میبینی، از اینجا یه برش بزن. قوزوفش رو میبینی، همین برو تا پایین. از این پایین سینه انگشتتون رو میندازین تا بالا. دوباره انگشت 60 تا بالا. بالای رونو یه انگشت بنداز، دوباره تا بالا. بالای رونو بکش پایین. این وسط انگشت رو رد کن، اینجوری بگیری دسته بکش. پای مرغ بنداز روی انگشتات، بلند کنش، چاقو رو بذار اینجا تا پایین. یه فشار به کمر، از پشت برش بده. این رونه یه قلن از روی این قسمت برش میدی. نوک چاقو تو این گودی مرغ برش تا پایین. این خط سفید وسط رو میبینی، یکم بیا به سمت ساق، برو پایین. دوباره خط سفید، یکم به سمت ساق، برو پایین. حالا سینه، چاقو بذار اینجا، دوباره چاقو اینجا، برو تا پایین. چاقو رو ببر بین سینه و گردن، گردن رو بگیر، بکش بالا. سینه رو این شکلی بذار. این قسمتش سفته، این قسمتش نه. یه فشار کوچیک، یه فشار بیشتر. این الان سینه است. این قسمتش یه استخونه. چاقو رو بنداز روش، روی استخون بیا پایین. حالا اینور جدا کن. این قسمت بغل رو می‌بینی؟ نوک چاقو بنداز، روی قضروف بیا پایین. حالا لبه سینه رو بگیر، آروم بکش. یه چاقو از اینور، یه چاقو هم از اینور. اینم بکش. الان ما 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 و 13 تا تیکه داریم. این